بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، هر یک نفری که کانال ما رو گوش میکنند، امروز موافق وعده که به شما داده بودیم باید درباره معرکه جمل صحبت میکردیم، ولی وقتی میبینم که بعضی از خواهران ما را، مادران محجبه مسلمان را از داخل خانه اشان دستگیر میکنند و با جرمی که صادر نکرده اند تهمت کنان پشت پنجره میسازند، خواستم برایتان دو قصه از زمان جاهلیت که ببینید کفار قریش چگونه با زن، با مادر، اگرچه دختر دشمنشان و یا اینکه همسر دشمنشان باشد هم مناسبت میکردند و امروزه بعضی از نفرانی که من مسلمان هستم میگویند چگونه با یک مادر مسلمان صحبت میکنند. خودتان ببینید و مقایسه کنید و خلاصه برارید. وقتی به کتاب‌های تاریخ اسلام نگاه میکنیم، از سیره ابن هشام شروع کرده تا بدایه نهایه و تا تاریخ طبری، اینجا درباره عمرو ابن هشام همیشه صحبت می رود و عمرو ابن هشام عزیزان همان ابو جهل است. درباره عمرو ابن هشام صحیفه های تاریخ چنین میگوید: وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستند به مدینه هجرت کنند، گروه از مشرکین جمع شدند و گفتند ما باید پیش راه محمد را بگیریم، یا او را بکشیم یا کار کنیم که او دیگر از این مکه برآمده برای خود یک جای امن و برای خود مکان پیدا کرده نتواند. در این وقت بعضی ها گفتن همگی او را در اینجا انتظار می شویم تا خارج شد او را نابود می کنیم. یکی از حاضرین می گوید به خانه اش به بالای دیوار می گذاریم یا اینکه دروازه اش را می شکنیم و به داخل خانه اش در آمده یک باره او را نابودش می کنیم. در نزد در انتظار کشیدن خارج شدن محمد برای ما فایده ندارد. ما می توانیم، قوت داریم، او هم ضعیف است، 2 دختر یا 4 دخترچه دارد، همسر دارد، بیاید به بالای دیوار به خانه اش در آمده او را در داخل خانه اش نابود میکنیم. در همین وقت همین عمرو ابن هشام که ابو جهل است میگوید وای بر تو، من این آر و این ننگ را کجا برم؟ آیا میخواهی که مردم پس از این بگویند که عمرو ابن هشام به داخل خانه محمد وارد شده است، دخترچه های محمد از این ترسیده است و به خانه همسر و دختران محمد داخل شده، آن هم در نصفه شب؟ من این آر و ننگ را برداشت کرده نمیتوانم. برای همین هرگز به کسی اجازه نمیدهم به خانه‌ای که در آنجا همسر و دخترچه های پیامبر هست داخل شود، آن هم به زوری و هم دخترچه ها بترسند و هم محمد را در داخل خانه در نزد دختر و در نزد همسرش شما بکشید. تاریخ در تمام تاریخ اسلامی، حتی تاریخ هایی که غیر از اسلامی هستند، همین جمله ابو جهل را ثبت کردند، آن هم با مدحی که مردانگی یک مرد جاهل، یک مردی که فرعون زمانش بود، بدترین دشمن قرآن و پیامبر بود. اکنون نگاه کنید که امروزه نفرانی که ادعا دارند که مسلمانند، ادعا دارند که باید جنازه شوند، ادعا دارند که طلاق هست، نکاح هست که برای آنها بجز دین دیگر چیزی نیست، فقط جنازه ماند و نکاح و طلاق ماند. اینها داخل می شوند به خانه یک زن، آن هم برای ترسانیدن نه، او را گرفته دزدیده به زندان بردن، چند روز خبر ندادن، پس از چند روز با آن جرم یا اینکه پرونده که الکی برای همه باز کردنش آسان است به مردم از آن خبر میدهند. اینها بهتر هستند یا همان ابو جهل که با آن همه کفر، با آن همه فساد عقیده که کاملا قرآن را انکار میکرد، کاملا حتی پیامبر را انکار میکرد، میگوید مردانگی من، شهامت و مروءت من به من اجازه نمیدهد که از من نام ببرند که عمرو ابن هشام
دخترچه های محمد را ترسانیده است. قصه دختر پیامبر زینب محمد صلی الله علیه و سلم، چطوری که میدانیم زینب دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه همسرشان ابوالعاص زندگی میکردند و ابوالعاص هنوز اسلام نآورده بودند و آن زمان برای زن مسلمان حلال بود با مرد کافر زندگی کند. هنوز آیت ها در این باره نازل نشده بود. ولی بعد از غزوه بدر و یا بعد از جنگ بدر که در آنجا مشرکین 70 نفر از همدستان خود را از دست می دهند، به قتل می رسند، از جمله ابو جهل هم در آنجا می میرد و 70 نفر دیگر اسیر می افتند. ابوالعاص به اسارت می افتد و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هر یک اسیر فدیه می گرفتند و او را روان می کردند. وقتی دخترشان زینب گردنبندی که مادر خدیجه به او داده بود به پیامبر می فرستد که این را بگیرند و همسر مرا آزاد کنند، پیامبر گریه کنان به آن گردنبند خدیجه نگاه میکنند و به صحابگان میگویند اگر اجازه دادید من ابوالعاص را روان کنم و این گردنبند را هم به صاحبش به دخترم دهم. صحابگان راضی میشوند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوالعاص میگویند به من عهد و پیمان بند که میروی و دخترم را روان میکنی برای آنکه زندگی کردن تو با زن مسلمان تا هنوزی که مسلمان نشدی حرام است و به من در این باره آیت نازل شد. ابوالعاص که اگرچه کافر بود همان روزها بر ضد پیامبر، بر علیه پیامبر همراه لشکر ابوجهل جنگیده بود، در عهد پیمان خود می ایستد و می گوید چشم من می روم و دختر شما را روان می کنم. وقتی که ابوالعاص می آید پیامبر صلی الله علیه و سلم زید ابن حارثه که پیشتر پسرخواندهشان بود با یک نفر از مرد انصار می گویند شما می روید دختر مرا در نزدیکی مکه انتظار می شوید، او دیگر وقت خبرچی به او رفته رسانید می آید همراهتان گرفته می آید و زید ابن حارثه می روند و انتظار می شوند. می بینند که چوپان در همانجا گوسفند چرانی می کند. می گویند تو کیستی؟ او می گوید من چوپانی زینب و ابوالعاص هستم، یعنی همان دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم دارایی از گوسفندها دارم، من چوپانی می کنم. زید ابن حارثه می گویند انگشتر در دست داشته بودند، انگشتر پیامبر، می گویند این را ببر و به دختر پیامبر برسان و وقتی پرسید که کی به تو داد همان مکان حاضره ما را گو. چوپان آن انگشتر را برده به زینب می دهد. زینب می فهمند که انتظار هستند دو نفر زینب را تا به نزد پدرشان ببرند و زینب دیگر آمادگی می گیرند. وقتی به راه می برایند همراهشان برادر ابوالعاص شریکی می شوند و می گویند من تو را تا نزدیکی می برم و به آن دو نفری که پدرت فرستاد به آنها می رسانم. وقتی که زینب بیرون می شوند آن زمان پس از تقریبا 1 ماه یا کمتر 1 ماه از جنگ بدر گذشته بود و دهانهای اهل مکه پر از خون بود که محمد 70 نفر ما را نابود کرد و این چنین 70 نفر ما را به اسارت گرفت و مال و ملک زیادی را ما همچون فدیه به محمد دادیم. البته خیلی در اینجا دشمنی داشتن و وقتی زینب همراهی برادر شوهرشان کنانه ابن ربیع خارج می شوند، دویده یک چند نفرانی که نسبت پیامبر خیلی زیاد غضبناک بودند دویده به نزد زینب می آیند و یکی از آنها که حبار نام داشت زود نیزه و تیر و کمان خود را می گیرد، با تیر کمان به شتر زینب می زند که شتر هم از پا می افتد، زینب بیچاره هم از پا می افتند و به زمین می افتند و حامله بودند، حمل خود را سقط می کنند. در اینجا نگاه کنید، عجیبش این است که وقتی کنانه میگویند هر کسی که به زینب یعنی همسر برادرم نزدیکی کرد من او را میکشم، اون هم با نیزه پر از زهر، دیگر در اطرافشون قریشی ها زیاد می آیند که اینها چیکار کرده ایستادند. بعضی از آنها میگویند مگر این شرمندگی برای ما نیست که پدرش دیروز با ما جنگ کرد، 70 نفر را نابود کرد، 70 نفر را اسیر گرفت، امروز باشد دخترش در روز روشن از بین ما می رود، هیچ هراسی ندارد. این معنای آن را دارد که الکی نفوس و یا قوت محمد در مکه هم همه جا را احاطه کرده است و ما نمیگذاریم که او برود. در اینجا ابو سفیان
که بدترین دشمنی پیامبر در همان زمان بود. یعنی پس از ابو جهل الکی بدترین دشمنی را ابو سفیان در عهده داشت. ابو سفیان به کنانه، یعنی به هیوری گفتیم زینب میگوید ما به دختر محمد کار نداریم، ما او را در اینجا اسیر گرفتنی نیستیم، ولی تو که دیده ایستاده‌ای مردم خیلی در جوش و خروش هستند، 70 تن خود را از دست دادن، چرا در روز رفشن دختر محمد را داری از اینجا میبری؟ در خانه ات بنشین، وقتی تاریک شد مردم خواب کردن، کوچه ها آرام شد، دیگر دختر محمد را بگیر به نزد پدرش ببر. ما هرگز نه او را اسیر گرفتنی هستیم نه او را زندانی کردنی هستیم. و در مستدرک حاکم آمدگی هست قصه به کاملش، و ابن هشام هم قصه را همش را آوردگی هستند. ابو سفیان با آن دشمنی که نسبت پیامبر داشت و خویشان نزدیکان خود را، مال و اموال زیاد خود را از دست داده بود، میگوید ما با دختر پیامبر کار نداریم، میخواد به نزد پدر برود. از اخلاق ما نیست، از مردانگی ما نیست که ما به یک نفر دشمنی داشته باشیم و دختر او را در نزد خود دیگر جای دهیم و به او اجازه ندهیم از بین ما رود. بعد از این وقتی شب می شود رکانه می برند و به زینب را به نزد زید ابن حارثه می برند و زید ابن حارثه وقتی زینب بیمار که پر از خون و کودک خود را از دست داده بودند به نزد پیامبر می برند، پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند این دختره که من دختری هست که از بین فرزندانم از همه زیاد اذیت کشید به خاطر دین پدرش، به خاطر اسلام پدرش. و بیچاره زینب با همین افتیدن از شتور و بیماری خود تا تقریبا 6 سال بیماری میکشند. پس از 6 سال با هم بر اثر همان بیماری وفات میکنند. و اینجا عزیزان ما اگر درباره دشمنی هایی که ابو سفیان و یا نقشه هایی که پیش از اسلام، که البته بعد از این رضی الله عنهم اجمعین اسلام آوردن، پیش از اسلام آوردن نسبت پیامبر داشتن و نقشه های جنگ و کشتار و غارت مدینه اگر ببینیم میبینیم که چقدر دشمنی نسبت پیامبر بود. و اینجا شاید بعضی از صدا از بیرون شده ایستاده باشد، از این از شمایان معذرت میخوام. و از این ببینید که ولی با آن هم مردانگی یک دشمن نسبتی حریم یا گفته محرم دشمنی خود، جوان مردی را در آن ببینید که میگوید من با پدرش دشمنی دارم، من دخترش را چی کار کنم؟ میخواهد برود بگذارد برود. و کم نبودن مثل زینب زنهایی که در مکه باقی ماندن، آنها را مستضعفین من النساء در قرآن کریم هم آمدگی است درباره‌شان در سوره نساء که زنهایی که آنها به خاطر اینکه یا بیمار بودن یا خرج راه را نداشتن یا تماما قوت نداشتن که بروند در مکه مانده بودند. در جای دیده نمیشود که به خانه اش یک چند دشمنهای اسلام در آمدند و او را زندانی کردند، او را برده خود کردند، او را شکنجه کردند. زنی را چنین کار نکرده بودند مگر بعض استثناءات که اون دیگر هر یک زنی که خودش برآمده جهاد کرد یا گفتیم از ایمان خود و از نفرت خود نسبت مشرکین بیان کرد. اکنون ببینید که فرق بین نفرانی که امروز هستند و ما گمان میکنیم که مسلمانند و آنها هم ادعای مسلمانی را دارند و فرق بین کفار قریش و کفار زمان جاهلیت از کجاست. و اینجا عزیزان وقتی میبینیم که چگونه در زمان جاهلیت، آن هم در زمانی که از اسلام هرگز خبر نبود، چگونه با یک زن نوابسته از آن که او چه لباس می پوشد، چه عقیده دارد، خواهری که، مادری که، فرزندی که مناسبت می کردن. و امروزه بعضی از نفرانی را می بینیم که چگونه یک خواهر را، یک مادر را فقط با جرم مادر بودنش و یا خواهر یکی از مبارزین و یا طالب علم و یا اینکه یکی از علما بودنش اذیت میکنند. دیگر فهمیده میتوانیم که اخلاقی که در جاهلیت در کفار قریش بود بهتر بود، اولاتر بود از اخلاقی که امروز در مسلمان ها یا نفرانی که خود را مسلمان میگویند دیده می شود. بهوده پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند بعثت لاتمم صالح الاخلاق،
من مبعوث شدم، فرستاده شدم تا اینکه کل اخلاق حمیده را به کمال رسانم، کاملش کنم. اخلاق بود، من آن اخلاق را باز کامل تر گردانم. با امید آنکه همیشه در پناه الله یگانه باشید و هرگز به یگان از خواهر و از مادر و از دخترک مسلمان ها هیچ آسیب نرسد. در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.